سلام به گلای توی خونه. بچه‌های من، به این صفحه از کتابتون خوب نگاه کنید. حالا به صحبت‌های من توجه کنید و خوب گوش بدید. ماشین‌ها و موتورها برای حرکت کردن به سوخت نیاز دارن، مثل ما انسان‌ها که برای اینکه بتونید کارهامون رو انجام بدیم به انرژی نیاز داریم و این انرژی رو از غذا خوردن به دست میاریم. سوخت به ماشین ها و موتورها و تمام وسایل نقلیه این انرژی رو میده تا بتونه راه بره و ما رو به مکانی که میخوایم برسونه و یا به مسافرت ببره. ماشین ها روی لاستیک های گرد و سیاه حرکت میکنن. اگر لاستیک ها باد نداشته باشن ماشین خسته میشه. برای همین مکان های وجود دارن که باد لاستیک ها رو تنظیم میکنه، یا در پمپ بنزین ها به غیر از سوختگیری ماشین ها تنظیم باد لاستیک هم انجام میشه. بعضی چیزها با برق کار میکنن، مثل چراغ راهنمایی و رانندگی یا بعضی از ماشین ها. برق هم یک انرژی پاک هست که آلودگی نداره و برخی از ماشین ها و موتورها و یا دوچرخه ها از این انرژی به عنوان سوختشون استفاده میکنن. اگر برق رو بی‌دلیل روشن بذاریم انرژی هدر میره، پس باید صرفه جویی کنیم. انرژی ها و سوخت ها رو درست مصرف کنیم تا هدر نروند. ماشین ها برای رفت و آمد مردم استفاده میشن. ما را به خانه، مدرسه و سفر میبرن. بعضی ماشین ها کار مهمتری میکنن. آنها برای بار بردن هستن و به آنها ماشین باربری میگن. ماشین های باربری اسباب، خوراکی ها و وسایل را جابجا میکنن. پس گلای من، نتیجه چی شد؟ اگه از سوخت و برق درست استفاده کنیم هم زمین خوشحال میشه و هم انرژی برای همه میمونه. عزیزای دلم، حالا با دقت به این صفحه نگاه کنید. چی میبینید؟ بله، این خانواده میخوان به مسافرت برن. مسافرت یعنی رفتن به جاهای تازه و دیدن چیزهای جدید. برای اینکه سفرمان خوب و خوشحال کننده باشه باید آداب سفر را یاد بگیریم. قبل از رفتن با مامان و بابا برنامه ریزی کنیم. تمام لباس ها و وسایل شخصی مورد نیاز خود مثل مسواک، شانه، خمیر دندان و چیزهایی که مادر میگه رو برداریم و خوراکی ها و وسایل لازم رو آماده کنیم. حالا هنگام خروج از منزل باید نکات ایمنی را رعایت کنیم. چراغ‌ها را خاموش کنیم، شیر آب و گاز را ببندیم و در خانه را قفل کنیم. در طول سفر باید نکات بهداشتی را رعایت کنیم. دست‌هایمان را بشوییم، تمیز باشیم و از خودمان مراقبت کنیم. ما در سفر باید محیط زیست را دوست داشته باشیم و زباله ها روی زمین نریزیم و به طبیعت آسیب نزنیم.
در راه رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی خیلی مهمه بچه ها. کمربند ایمنی ببندیم، به چراغ‌ها و تابلوها توجه کنیم. وقتی سفر تمام شد با خودمان سوغاتی سفر بیاریم. میدونین سوغاتی چیه؟ سوغاتی یعنی هدیه یا خوراکی که مختص به اون شهر یا مکان هست که رفتیم تا با مهربانی آن را به خانواده و دوستانمان بدهیم. همه این کارها با هم میشن آداب مسافرت تا سفرمان ایمن، تمیز و شاد باشه. حالا عزیزای دلم، خانواده سینا و سارا میخوان به سفر برن. به نظر شما کدام یک از وسایل پایین برای مسافرتشون لازمه؟ دور اون وسیله رو خط بکش.